سردار ریاست وزارت فرهنگ تاجیکستان رامونالی شیرازاده با نشر چند عکس در فیسبوک خبر داد که روز 16 نوامبر سال 2022 همراه با معاون وزیر فرهنگ تاجیکستان محترم دولت سفر و چندی از دوستان به عیادت هنرمند شایسته تاجیکستان استاد چلخان خالف به منزل ایشان رفتند. طور دوستان آگاهند این شب و روزها آوازخوان معنی سرای ما از بیماری کمی رنج میبرد، اما از دیدار و صحبت ایشان ما به خاطر آسوده برگشتیم، زیرا چلخان خالف در هر حال رویه قوی دارد. او ضمن صحبت ابراز داشت که هنوز 30 سرود تازه نونوشته در ایجادیاتش دارد. خداوند مهربان که شفایش را ارزانی داشت، سرودهای نوم را برای مخلصان هنر ثبت و تقدیم میکنم. از خداوند مهربان برای این هنرمند محبوبمان شفای عاجل تمنا داریم. نوشته است رامونالی شیرازاده. قبلا ژورنالیست سیاف میزراب خبر داده بود که روز 3 مارس سال 2022 چلخان خالف در مرکز ملی طبی شفابخش در بنای رقم 10 جراحی گرده کردند. سیاف میزراب چلخان خالف را با گرده ترین سراینده تاجیک نام برده خبر داد که روز 4 مارس وقتی آوازخوان بعد نرکوز دوباره به هوش آمد، خواهش کرده است که مخلصانش در حق او دست به دعا باشند. چلخان خالف در پایان سالهای 80 توسط انسامبل گنجینه که تحت رهبری استاد روانشاد ظفر ناظم به خاطر معرفی و تبلیغ ترانه و رقص و سنت و مراسم مردمی تشکیل شده بود، به صحنه کلان آمد و سالهای اول بیشتر ترانه های مردمی را می سرایید. نخستین ثبت چلخان خالف دویت بازوبندم رابطه بود که برای این آوازخوان اون وقت جوان شهرت سراسری آورد. سالهای آخر چلخان خالف بیشتر در پایه اشعار کلاسیکال از جمله بر غزلیات حاجی حسینی کنگورتی ترانه ایجاد میکند، ولی در خواندن ترانه های مردمی نیز همچنان توانا و زبردست احتراف شده است. از همه مخلصان این آوازخوان محبوب انسان مهربان و دریادل خواهش میکنیم که در حق چلخان خالف دعا کنند. برای استاد چلخان خالف شفای کامل و عاجل میطلبیم.